بهت ثابت میکنم نوشتن Introduction Writing IELTS هیچ شباهتی به اون غولی که تو ذهنتون ساختید نداره. طور میگم ها. بریم چند تا اینتروداکشن در جواب یک سوال بخونیم ببینیم که هر کدوم چجوری نوشتن. خب سوال میگه Some people think that the teenage years are the happiest time of most people's lives. میگه که teenage years ها happiest time هستن. Others نقطه مقابل میده think that adult life brings more happiness in spite of greater responsibilities. میگه که نه آقا یک سریای دیگه هستن که میگن adult life مهمه. Discuss both these views and give your own opinion یا discuss both views and give your own opinion. خب همونطور که میبینیم سوالمون دو تا جنبه داره. یه سریا میگن که teenage years happiest time of most people's lives هست. اون یکی ها میگن نه adult life happiest time of most people the happiest life of most people's lives هستش. میخوایم اینو بررسی بکنیم. سه تا introduction میخونیم ببینیم که چجوری نوشته شدن. اولیش میگه Some people believe that the teenage years are the happiest time in a person's life. تقریبا همون چیزیه که اون بالا بود. این راحت ترین راهیه که میتونید بنویسید این مدل introduction رو و اینکه برای نمره مثلا 5.5 تا 6 اینا هستش. خیلی چیز قدرتمندی نیست. While others argue that adulthood brings more joy despite increased responsibilities. This essay will discuss both views and give my own opinion. چیزایی که من دوست دارم و چیزایی که دوست ندارم. اینایی که حالا میگم من دوست دارم دلیل نیستش که خیلی امتیازآور بشن. اونایی هم که دوست ندارم دلیل نیست که اصلا اشتباه باشن. اشتباه نداریم تو اینا. میگه که some people believe that the teenage years are the happiest time in a person's life. همونو برداشته تقریبا یه تغییرش داده و نوشتهش نسبتا اوکی. While اینو خیلی دوست دارم نقطه مقابل داده از while استفاده کرده. While others argue that the adulthood brings more joy despite شو خیلی دوست دارم علی رغم increased responsibilities. یعنی تقریبا همونو گفته. اونجا in spite of استفاده کرده. اینجا despite کسی که نوشه. حالا میتونیم تا حد 6 هم بهش فکر بکنیم. 6 تا نهایتا 6.5. این قسمت بعدی اصلا دوست ندارم. This essay will discuss both views and give my own opinion. چیزی که میخواید بنویسید و به نظر من اگر منشن نکنید خیلی بهتره دیگه. بریم سراغش قشنگ. به نظر من از همونجا میتونست شیفت بده روش و شروع کنه نوشتن. چیزی که متن نداره یه موتیویتر خوبه که یه ذره آب و تاب بده اینتروداکشن، یه ذره گرم کنه خواننده رو که بیشتر بخونه و آماده بشه. مستقیم رفته همون سوالو برعکس کرده، یعنی که پرافریز کرده و آورده نوشته. این ساده ترین مدلیه که میتونیم بنویسیم و خیلی هم کار نمیبره برای اینکه به این سطح برسید. یه پرانتز باز کنیم، یه چیزی بگم. یادگیری زبان واقعا سخت نیست، فقط کافیه زمان براش بذاری و یادت هم باشه که ما مثل کوه کنارت هستیم. پس قوی باش و قدم‌های قوی با هم بردار. بریم سراغ پاراگراف دوم. اینتروداکشن بعدی که نوشته شده اینطوریه، میگه There is an ongoing debate about whether the teenage years or adulthood is the happiest stage of life. نمیگم بده، اما خیلی ها اینو می نویسن، انقدر می نویسن There is an ongoing debate about whether فلان که واقعا مثل کلیشه شده. اما حالا در حد 6.5 اگر دوست دارید بنویسید اوکی، من باز میگم که بده، اما خیلی تکراریه. There is an ongoing debate، یه دیبیتی وجود داره درباره اینکه تینیجرز یا ادالتهود کدومش بهتره، حالا یعنی کدومش زندگی آدم هپی تر هستش. اما کلا من خودم همچین چیزی رو هیچ وقت نمی‌نویسم، اما باز میگم اگر 6.5 میخواید خوبه، بد نیست. شروع میکنه همون سوالو تقریبا پارافریز کردن. Some argue that adolescence is filled، اینجا به جای teenage years از adolescence استفاده کرده. Is filled with joy due to fewer responsibilities. دوباره اون قسمت in spite of greater responsibility آورده هایلایت کرده، گفته due to fewer responsibilities. While آورده، باز میگم خیلی لینکی ورد خوبیه. Others believe that adulthood brings deeper and more meaningful happiness. اومده یه ذره منطقی ترش هم کرده دیگه، گفته که
دیپ تر هستش هپینسش و معنادار هستش. اینم خیلی خوب نوشته. باز میگم اگر در حد 6 میخواید ساختارهای خیلی خوب داره. This essay will explore به جای دیسکاسی که بالا آورده بود که همون تقریبا فعل اونور رو کپی پیست کرده بود، از explore استفاده کرده. Explore both perspective before presenting my own view. present هم گفته به جای give که باز فعل خوبیه. present هم هست. بچه ها دو تا تلفظ داره، present و present. اینم خوبه اما باز برای من خیلی دلچسب نیست. بریم بعدی. یه پرانتز دیگه باز کنیم. اگه تا اینجای کار کنارم بودی و خسته شدی، بهتر بلند شی، برای خودت یه نوشیدنی گرم بیاری، چون میخوایم یه متن فوق‌العاده بخونیم. راستی برای یادگیری بهتر رایتینگ میتونی از دوره‌هایی که برگزار می‌کنیم استفاده کنی. اونجا کامل بهت یاد میدم مثل حرفه‌ای رایتینگ بنویسی. برای گرفتن اطلاعات درباره دوره‌ها و ارتباط با خودم میتونی از طریق اینستاگرامم با من در ارتباط باشی. خب بریم روی سومی. با یه سوال شروع میکنه. میگه Is there a golden age of happiness؟ میگه آیا دوران طلایی بر هپینس وجود داره؟ سوال خوبیه و یه کوچولو چون دوره فقط اومده هپینس رو تاچ کرده زیرزیرکی، حالا چون ایج هم آورده اون دوتای دیگر هم اون تینیج ایرز و اون یکی هم تقریبا از تاچ کرده ادالتهود رو. خیلی سوال قشنگیه و هیچ کدوم طرفداری از هیچ کدوم از جنبه ها نکرده. به خاطر همین سوال خیلی نوترالیه و میتونه جایگاه خوبی داشته باشه به عنوان موتیویتر که خواننده رو یه ذره تشویق کنه که بخونه شما. The question lingers in dinner party debates and late night philosophical musings, a kind of existential lottery where the prize is perpetual joy. خیلی زیبا نوشته. ازتون انتظار ندارم به عنوان زبان آموز همچین چیزی بنویسید. خیلی هم سخته. استرس نگیرید که وای این چرا اینطوری، من اصلا هیچ وقت اینطوری نمیتونم بنویسم. این متنیه که برای نمره 8-9 هستش. میتونید یه ذره مادیفایش کنید، یه ذره چیزاشو کم و زیاد بکنید و توی رایتینگ های خودتون استفاده بکنید که متنتون از اون حالت حالا ابتدایی ذره بهتر بشه. اما همچین متنی براتون زوده. میگه که این یه پرسشیه که توی گفتگوهای شبانه و تأملات فلسفی حالا دیر وقت و دیر هنگام سر برمیاره. لینگر فعل خیلی خیلی خوبیه، یعنی اینکه این پا اون پا کردن، اومدن موندن و نرفتن و هی لفت دادن و اینطوریه. بعدش میگه a kind of existential lottery where the prize is perpetual joy. یه نوع قرعه کشی هستی شناسانه هستش که جایزه اونم خوشبختی ابدی هست. perpetual joy، خوشبختی ابدی. perpetual یعنی ابدی. خیلی اینم صفت خوبی اگه میخواید استفاده کنید. اما بهترین چیزی که اینجا داریم همون linger هستش. Some argue that the teenage years, wild, reckless, free, are the undisputed champions of happiness. میگه که یه سریا معتقدن که سالهای نوجوانی که وایلد، وحشی، بی پرواست، رکلس، سرکشه، فری، رها هستش، are the undisputable champions of happiness، قله بیچون و چرای شادی هن. میگه که سالهای نوجوانی teenagers یه خط فاصله گذاشته. این خط فاصله اپوزیتیو هستش، یعنی که اون چیزی که تو اون خط فاصله نوشته. سالهای نوجوانی که wild هست، reckless هست، free هست، داره سالهای نوجوانی رو بهش یه سری اطلاعات میده، یعنی که یه سری چیزای اضافه میگه یا توصیفش میکنه بهتر بگم، که خیلی بی‌پروا و سرکش و فری هست. میتونست بگه teenagers are the undisputable champions of happiness، اما خواسته ذره توصیفش کنه. منظورش از سالهای نوجوانی چی هست؟ وایلد بودنش، رکلس بودنش، فری بودنش برای نویسنده ها از اهمیت. are the undisputable champions of happiness. undisputable بیچون و چراستی، اصلا نمیشه بحث کرد دیگه. champions of happiness یعنی که قله بیچون و چرای شادیان یا قهرمانای بیچون و چرای شادیان، اون بالاترین ها هستن. Others maintain that adulthood with its earned wisdom and hard-won stability offers a deeper, more enduring contentment. میگه دیگران بر این باورند که بزرگسالی adulthood with its earned wisdom با خرد به دست اومدهش and hard-won stability و ثباتی که خیلی به سختی کسب شده. hard won یعنی برنده شدن به سختی، اینجا کسب شدن بهتر بگم. offers a deeper
more enduring contentment. لذت‌های عمیق‌تر، contentment لذت‌های عمیق‌تر و ماندگارتری برامون میاره، به ارمغان میاره. Others maintain that، ببینید داره اون یکی جنبر میگه. Others maintain that adulthood with its earned wisdom and hard-won stability offers a deeper, more enduring contentment. خیلی زیبا نوشته واقعا. Both sides have their arguments but the truth as always is more complicated. میگه هر دو دیدگاه استدلالای خودشونو دارن اما حقیقت مثل همیشه پیچیده تر از این حرف هست. ببینید نیومدش بگه که this essay will فلان in this essay I'm going to discuss فلان. اینا خیلی ساده و به درد نخورن به نظر من، غلط نیستن و خوب نیستن. اومد یه ساختار جدید داد، گفتش که هر دو تا ویو آرگومنت های خودشونو دارن، یعنی که من جلوتر بحثشون میکنم، اما حقیقت as always but the truth as always is more complicated. پیچیده تر از این حرف هست. خیلی پاراگراف عالیه واقعا، اما باز میگم انتظار نمیره شما اگر زبان آموز هستید، اینترمدیت، آپر اینترمدیت، حتی ادوانس هستید بتونید همچین متنی بنویسید. خیلی ممنونم ازت که برای یادگیری خودت وقت گذاشتی و تا اینجای آموزش همراه من بودی. واقعا هیچ چیزی با ارزشتر از آدمایی که برای موفقیت خودشون تلاش میکنن وجود نداره. قوی کنارت هستیم تا تو آیلتس یه نمره خیلی خوب بگیری. فقط برای اینکه این سری از محتواها رو از دست ندی حتما سابسکرایب بکن و زنگوله رو بزن.